در منزل بحرینیسا اسلم‌آور ساکنی 63 ساله شهر دوشنبه تقریباً 20 نفر زندگی می‌کنند. 3 نفر آنها معیوب گروه یکم و دوم هستند. در این خانواده تنها یک پسرش کار می‌کند. آنها با نفقه معیوبی روز می‌گذرانند که در مجموع برابر به حدود 700 سومانی است. بحرینیسا به چندین مقامات مراجعت کرده است. حتی چند دفعه نزد منزل رئیس جمهور رفت. 8 بار پیش خونه پرزیدنت رفتم. 8 مرتبه پیش خونش رفتم. 8 مرتبه بشنوم از دابلو سوز و شیشتم. دل خوش واسرم کان که نیجا ممکن نیست. گفتم آقا حالم زوره. گفت پرزیدنت شما نمیبینی. گفتم باید ببینم پرزیدنت. وضع نبیره 14 سالش خیلی بد است. چند ماه باز از بستر خسته نمیتواند. صنف 6 خوندم. الوچی خیلی دختر سال بودم. خیلی نصیب فلاکت میخلشت. همین گام میزد که سال گام نمیزنه و نه توموگراف کانسر شد. پدوبیه میگه اپ خوریه. در حالی که بحرینیسا از بی‌توجهی مقامات دولت به وضع مشکلش صحبت میکند، 3 دکبر در روز بین المللی معیوبان اتحادیه اروپا در همکاری با وزارت تندرستی تاجیکستان در مهمانخانه هیات ریجنسی از گرانترین مهمانخانه های دوشنبه یک مراسم بزرگ پرخرج برگزار کرد. ایدی رمضان بود یا خربون بود. همین قرفتم هم بعد یک شب عید بود که احمد دومپراولین اومد نچلنگ اومد یک کنورت مودود. خرسان شدیم کنورت هم میداد این کنورت یک تا 100 سومونه. گفتم آفرین به دولت که برای 3 اینوالید 100 سومونه روی کرده است. همه سال از بودجه دولت تاجیکستان برای مؤسسه های اجتماعی مربوط به معیوبان 45 میلیون سومانی اختصاص می شود. اما اکثر معیوبان در کشور از عدم کمک کافی دولتی شکایت دارند. البته سال به سال این مبلغ گذاری زیاد شده ایستاده است، لیکن این معنای اون رو ندارد که معیوبان ما شمارشون کم میشه، چون که در برابر زیاد شدن اهالی شماره شخصان معیوب زیاد شدن میگیره. بر اساس آمارها فعلا در تاجیکستان حدود 150,000 نفر با علتهای معیوبی زندگی می کنند که نزدیک 30,000 نفر آنها کودکانند.